اکثر تعارفات و تشکرهای ایرانی کلمات منفی توشه و بار منفی داره، برای همین دست و پاتون درد میکنه. بچه وقتی غذا میخوره چی میگه؟ مامان دستت درد نکنه، شما میگی سرت درد نکنه، اونم میگه پات درد نکنه. همتون هم سر درد، هم پا درد، هم دست درد. میدونستید اینو؟ الان صحبت من تمام میشه. تشکرهای خانم‌های آقایون. استاد عزیزی خسته نباشی، من میگم شرمنده نباشی، شما میگی وامونده نباشی، من میگم بدبخت نباشی، شما میگی بیچاره نباشی، من میگم درمونده نباشی، شما میگی مریض نشی، من میگم بد نبینی، شما میگی پیر شی. تعارفامونو از درد و مرض فقط حرف میزنیم. یه عالم پیدا کن بگی خسته نباشی، من ندیدم. یه استاد بحث‌های عرفانی و اخلاقی و حتی روانشناسی پیدا کن بگی دستت درد نکنه، من ندیدم. میگه دستت سلامت، خدا قوت. بچه‌ها به مامانشون بگن مامان دستت طلا، از مچ به بالا بری کربلا. باور کن اثر داره. یه دفعه طلا میاد، معجزه است. هم طلا سفید. شوهرت که نمیخره، لااقل بچه‌هات بگن. خسته نباشید، نه، موفق باشید، مؤید باشید، سربلند باشید، پیروز باشید، پویا باشید، معنوی باشید، ولایی باشید، قرآنی باشید. چه قشنگه. میریم مریض ببینیم، خدا بد نده یارو بدتر میشه. بعد اوج انرژی منفی ها. و خانم ها آقایون این کفر محض ها. خدا جز خیر ساطع نمی کند هیچ وقت.